بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام مسلمانان معزز، شیعیان گرانقدر، هم نفسهای یاد خدا، بنده های خوب خدا، الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشید. هنوز عطر خوش ولادت حضرت رحمتا للعالمین رسول گلها محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و همینطور بحر حقایق حضرت عاشق قرآن ناطق امام صادق علیه السلام در فضا پراکنده است و مشام جان ما رو داره نوازش میده. الحمدلله رب العالمین. من با یک روز تأخیر به شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. این روز خیلی خیلی مبارک رو انشاءالله که منشأ برکات فراوان و خیلی خیلی زیاد برای نه فقط شیعیان و مسلمانان، همه بنده های خدا، همه ذرات عالم هستی از اونجایی که رحمتا للعالمین بودن انشاءالله باشه. خدا کنه که عیدی هممون ظهور حضرت خاتم الاوصیا باشه، مهدی موعود ارواحنا له الفدا انشاءالله. خب از چشماتون پیداست یه قدری متعجب شدین. اینجا جای جدیدیه. بله، ما در یک امامزاده خیلی خیلی نازنین و صاحب کرامت و واجب التعظیم هستیم، امامزاده موسی مبرقع در شهر مقدس قم که ایشان فرزند بلافصل حضرت جواد الائمه علیه السلام هستند، برادر تنی امام هادی علیه السلام و خیلی خیلی زائر دارن، نه فقط از ایران، از همه جای دنیا، از کشورهای مختلف، هندوستان، عراق، پاکستان زیاد میان اینجا و دست پر برمیگردن. سادات تقوی و نقوی و رضوی و اینا همه به ایشان برمیگردن و خلاصه کلی حرفای دیگه که حالا ان شاءالله تو روزهای دیگه هم همشو ذره ذره بگم، الان نگم. اینجا مشرف هستیم به دعای خیرتون. از این به بعد قراره که برنامه رو از این مکان مقدس تقدیم نگاه‌های زلال و مهربون شما بکنیم. از این به بعد هم هر برنامه، یعنی هفته یه روز میشن کارشناسان ما، اینجوری متوالی چند روز پشت سر هم نیست. مباحثمون جداگانه دسته‌بندی شده و کارشناسان رو هفته یک روز بهشون زحمت خواهیم داد. از این به بعد هم روزهای یک شنبه موضوع برنامه‌مون در واقع راهکارهای تربیتی از نگاه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خواهد بود. یک موضوع به شدت کاربردی و اساسی. متخصص و بلد راهمون هم در این مسیر استاد رمزی اوحدی هستند که یه فاصله بگیریم و برگردیم به ایشان من سلام و خیر مقدم عرض خواهم کرد. عید شما مبارک باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون اول برنامه زیاد سرتون رو درد آوردم، البته گریزی هم نبود، توضیحات لازمی بود باید که تقدیم میکردم. الان دیگه خیلی حرف نمیزنم، سلام میگم به خدمت استاد عزیزم استاد رمزی اوحدی. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم شما رو بعد مدت‌ها دوباره زیارت میکنم. خوش آمدید برنامه خودتون. خیلی متشکرم. ایامم مبارک بشه. سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکارانتون و بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم. علیکم السلام. من مبارکی و تبریک رو خدمتشون عرض میکنم. امیدوارم که خیرات و مبارکی و برکات مثل باران بهاری بر جان شریفشون جاری و جاوید باشه. به به، چه دعای قشنگی. الهی آمین، الهی آمین. خب خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما که استاد رمزی اوحدی در قم زندگی میکنن و این مکان مقدس هم در قم هست. بهش معروف به 40 اخترانه، یعنی علاوه بر امامزاده موسی مبرقع 40 نفر از نوادگانشون هم اینجا زمین اینجا رو به قدوم خودشون زینت دادن و پیکر مطهرشون. میخوام بپرسم استاد یه قدری از اینجا برامون تعریف بکنید. حتما شما بالاخره قم زندگی کردید، اینجا خیلی مشرف شدین و اینا. بله، عرض محضرتون که حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه کلا 2 تا پسر داشتن. عجب. بله، یه پسرشون امام هادی صلوات الله علیه هستن، پسر دومشون امامزاده موسی مبرقع که مزار شریفشون اینجاست و حضرت اینجا زندگی کردن. این ذریح مطهر و منور هم فرزندان امامزاده موسی مبرقع و نوه های حضرت جواد الائمه. یعنی ما اینجا کسی میاد یه جا کلی امامزاده رو زیارت میکنه. اینجا 42 تا امامزاده است. تو این ذریح 40 تا امامزاده دفنن. از قدیم الایام هم اینجا مورد توجه مردم قم بوده.
یکی از مکانهایی که به شدت مورد استقبال مردم شریف قم و غیر ایرانی هم حتی میان اینجا زیارت. یعنی شما روز که میاید از لبنان، از کشورهای افغانستان، پاکستان، هند میان اینجا برای زیارت و میرن. حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه میفرمودن اگر کسی به امامزاده موسی مبرقه توسل کنه و یه چیزی نذر ایشون بکنه حاجت میگیره. خود ایشون هم مقید بودن می اومدن پابوس ایشون. یکی از مراکز و ثقل‌های معنوی قم هست که مردم اقبال زیادی به این مرکز دارن و یک بالاخره مرکز بسیار پرنور و پر استقبال و مورد توجه مردم است. خب خوش به سعادت ما که توفیق رفیق شد و مشرف هستیم محضرشون. انشالله نصیب قسمت همه علاقمندان و آرزومندانشون هم بشه. حالا که از قبل میدونستن اونایی که الان با خبر شدن. یه امامزاده دیگه هم همین نزدیکی ها هست در قم، گلزار شهدا، امامزاده علی ابن جعفر علیهم السلام. حالا از اونجا که دیروز ولادت امام جعفر صادق هم بوده، ایشون هم ظاهرا فرزند بلافصل امام ششم هستن. بله همینطور. آره. ایشون محدث هستن، کتاب دارن، مرحوم محدث مشهور جناب صدوق احادیثی رو از ایشون نقل کرده. خود جناب علی ابن جعفر اصلا کتاب داره، در زمان حضرت جواد الائمه زندگی میکردن. امامزاده علی ابن جعفر پیرمرد بودن، سنشون خیلی بالا بوده. یه وقتی حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه وارد مسجد پیغمبر میشن، علی ابن جعفر صلوات الله علیه مشغول درس بوده. درس رو مبحثش که میگفتن رو تعطیل میکنن، شاگردا رو رها میکنن، به سرعت میرن استقبال امام جواد که در سن طفولیت بود. خیلی امام رو تکریم میکردن، دستبوسی و کفش جفت میکردن. شاگردا بعد از اینکه حضرت جواد تشریف میبرن به ایشون با حالت سرزنش میگن آقا شما با این کهولت سن چطور به این مثلا بچه اینقدر احترام میذارید؟ حضرت علی ابن جعفر علیه السلام که مزارشون قم هست، البته برایشون 2 تا مزار هست ولی مشهورش قمه، میگن خداوند متعال این ریش سفید من رو لایق امامت ندونست. ایشون امام بر حقه که من اینجوری احترامش کردم. بله، یکی از مکانهای مقدسی هست که در اون مورد توجهه. انشالله ما هم بطلبن برنامه یاد خدا قسمت بشه، انشالله محضر ایشون هم مشرف بشیم. نگاه پرمهر ایشان، نگاه پرمهر امامزاده موسی مبرقه، این 40 ستاره فروزان که از نوادگانشون هستن، انشالله بیش از پیش شامل حال هممون بشه و انشالله دعا کنن که ما از این به بعد محضرشون هستیم و یاد خدا رو پیشکش میکنیم، بتونیم تکلیف و وظیفه‌ای که روی دوشمون قرار داده شده رو به بهترین شکل ممکن انشالله ادا کنیم و انجام بدیم انشالله. خب همونطور که عرض کردم ما از این به بعد یک شنبه خدمت استاد هستیم و محضر اخوالقرآن کریم نهج البلاغه و راهکارهای تربیتی که در این کتاب شریف آمده از زبان امیر بیان امیرالمومنین امام علی علیه السلام. از هر جایی که صلاح میدونین استاد شروع بفرمایید ما استفاده کنیم. چشم. به محضر مبارکتون عرض کنم که نهج البلاغه یک دانشنامه عملیه تو جنبه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی، عرفانی، تربیتی، سیاسی، تاریخ ملل، تفسیر قرآن. حالا اینا که برشمردم خود بنده نشستم اینا رو در آوردم، یعنی نوشتم که دارم میگم هست. ما این معدن نور رو استحصال کم کردیم. یعنی مثلا مباحث عرفانی که حضرت مولا امیرالمومنین امام العارفین در نهج البلاغه فرمودن، خب ما باید بنشینیم در بیاریم ارائه بدیم به علاقمندان این وادی و الحمدلله ما تو ایران جوانانمون به مباحث عرفانی خیلی علاقمندن. خب این مباحث باید استحصال بشه، در اختیار قرار گرفته بشه. چرا؟ چون ما در سال ببینید جمعیت اعتکافامون چقدر جوان میان، پیاده روی 40، دعای عرفه، این اشتیاق و هیجان معنوی با کلام مولا امیرالمومنین خوب میتونن سیراب بشن. لذا خوبه یه وقتی ما با این زاویه ذهنی نهج البلاغه را استحصال کنیم.
مطالب دقیق و عمیق عرفانی درش هست. این دانشمندان غیر مسلمان، حالا یا غیر شیعه، جملاتی دارن راجع به نهج البلاغه که آدم میگه واقعا منی که مثلا شیعه یا حالا به قول خودم آتیشه میگه اینقدر امیرالمومنینیم، چرا پس اینقدر غریبم با کلام مولا؟ مثلا جملاتی که مثلا ابن ابوالحدید معتزلی گفته یا جرداق مسیحی گفته که آقا نهج البلاغه قرآنی است که از مقام خود اندکی فرود آمده است. خیلی جمله عجیب غریبی از یه نفر. یا مثلا کلام علی فراتر از کلام خلق و فروتر از کلام خالق است. خیلی عجیبه اینا. و ما بیگانه این، به قول شما کم پرداختیم. بنده یه مدتی مطالعات خیلی زیادی داشتم در ارتباط با عرفان‌های غیر دینی، عرفان‌های شرقی، عرفان‌های اروپایی، عرفان‌های آمریکایی لاتین، اینا کتاباشو داشتم. نمیخوام اسم بعضی از این اشخاصی که شاخص هستن تو عرفان‌های غیر دینی خارج از ایران، حتی من دیدم اینا بعضیاشون بدجنسی کردن. آره، الگو برداری از اون هم اسم خودشون. نهج البلاغه تیکه ها رو برداشتن، دقیقاً همون رو به شاگرداشون دارن تحویل میدن، به اسم خودشون زدن. کلمه‌ای هم نگفتن که این مال امامه. آره. برای منم پیش میاد این جمله‌ای که مشهور شده تو فضای مجازی نرم افزارا، یه جمله می‌نویسن زیرش می‌نویسن مثلا اسم اون فلان دانشمند می‌ذاره، بعد می‌بینی بابا این دقیقاً ترجمه حدیث امیرالمومنینه. بله. مثلا من دیدم خودشون دارن. تو بحث همین عرفان‌های شرقی یک شخصی خیلی مشهور کتابش نگاه کردم، دیدم دقیقاً جملات امیرالمومنین علیه السلام داره میگه، ولی اسمی از حضرت نمیبره. ولذا دیگران دارن از این اقیانوس عمیق نورانی استفاده میکنن تو جنبه‌های مختلف، ما استفاده نمیکنیم. خلاصه این که ما با این زاویه ذهنی وارد نهج البلاغه بشیم، موضوعی کار کنیم. تو این مباحثی که ما تو این هفته‌های آتی در پیش داریم، به صورت کاربردی و عملی میخوایم راجع به روش‌های تربیتی که حضرت امیر، راهکارهایی که فرمودن، با اینا با هم صحبت کنیم. این مبحث امروز ما راجع به خطبه 224 حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت تو این خطبه اول شرح حال برادرشون عقیل رو میفرمند، بعد یه جمله‌ای فرمودن ما هممون شنیدیم، بیگانه نیستیم ما این جمله حضرت، ولی من میخوام نکات لطیف تربیتی شده عرض بکنم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودن کلمات نهج البلاغه انقدر پرمغزه که داره منفجر میشه. اون کارشناس عرفانی مفسر قرآن درباره نهج البلاغه اینو گفته. این به این معناست که ما باید با درنگ‌های دقیق تری به نهج البلاغه نگاه کنیم. امیرالمؤمنین تو این خطبه میفرمند والله لو اوتیت الاقالیم سبعه، اگر همه اقالیم هفتگانه رو، همه هستی رو بدن به من، بگن یه پوست جویی از دهن مورچه بگیر، این کارو نمیکنه. اینو ما شنیدیم، خیلی همونم شنیدیم. اما نکته تربیتیش چی؟ البته این کلام از امیر چند وجهیه، یه وجهی نیست. واقعا تو اضلاع مختلف قابل تفسیره. مثلا یک جنبش جنبه عرفانی این کلامه، خیلی لایه های لطیف عرفانی تو این فرمایش خوابیده، اما من با اون جنبه ها فعلا کاری ندارم. حضرت اینجا به ما چند تا پیام دارن میدن. یک، ما از این کلام میفهمیم چه روح لطیفی داره حضرت امیر. میگه ببین من حاضر نیستم یه همچین ظلمی بکنم، خیلی روح لطیفیه. یعنی منی که پیرو امیرالمؤمنین علیه السلام هستم باید مثل امیرالمؤمنین روحم لطیف باشه، درک لطافت موضوعات، اجسام، مخلوقات پیرامونم رو ببینم و بشناسم. این لطافت روح مهمه، این تمیزی روح مهمه. بعضی روحشون زباله دونیه، همینجوری دارن میرن زباله دارن حمل میکنن، ذهنشون پر از زباله است. زباله های ذهنی تو ذهنشون جمجمهشون رو تاریک کرده. امیرالمؤمنین داره از لطافت میگه اینجا. یک. خب این یک رو نگه داریم. اولین نکته که فرمودید از این حکایت و روایت دریافت میکنیم لطافت روح امیرالمؤمنین که ما باید انشاءالله داشته باشیم. اجازه بدین یه فاصله بگیریم، برگردیم به فرمایشات شما، یه تأملی داشته باشیم، بعد ادامه بدیم نکات بعدی. در خدمت از ماست. بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من 6 دنگ حواسم به فرمایشات استاد رمزی اوحدی هست و ببینم چه نکاتی از این روایت معروف و مشهوری که فرمودن، خیلی همونم شنیدیم، میشه دریافت کرد. اولیش فرمودن لطافت. جالب، بفرم. نکته بعدی این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن امام علی علیه السلام همه چیز ماست. یعنی چی؟ یعنی همه توجه ما بایستی به رفتارها و گفتارهای حضرت باشه، ازش درس بگیریم. همون جوری که قرآن 70 تا بطن داره، این به این معنا نیست جناب آقای قوامی که قرآن 71 بطن نداره. اینجا عدد کثرته. تو قرآن خداوند میفرماد ای پیغمبر اگر 70 بار برای منافقین استغفار بکنی نمیبخشم. این به این معنا نیست که اگر 75 بار استغفار کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا میبخشه. اگر قرآن 70 تا بطن داره، تو حدیث ثقلین پیغمبر قرآن رو کنار اطرت گذاشته. اطرت هم احادیثش و رفتار ائمه ما 70 تا بطن داره، باید نگاه کرد. همینطوره. ولذا تو صفین قرآنی که از امام علی جدا شد، حضرت فرمود این قرآنی که سر نیزه کردن سمت معاویه هست و بزنید. چرا بزنید؟ چون از اطرت جدا شده، از قرآن ناطق جدا شده. اون لطافتی که حضرت تو این خطبه دارن میفرمان من پوست جو رو از دهن مورچه نمیگیرم. این لطافت روح حضرت رو میرسونه. کسی که لطیف بین باشه لطیف گو هم میشه. اون چیزی که تو ذهن هست به زبان جاری میشه. و کسی که دل ربایی میکنه به واسطه لطافت کلامشه. شما کسی که بلد نیست حرف بزنه، جمله بندیاش غلطه، چجوری میخواد از من و شما دل ربایی کنه؟ هر کسی که لطیف گوه. الان چرا حافظ شیرازی انقدر شعراش مونده؟ چون از بس لطیفه، از بس حس داره، اهل لطائف و ظرائف. پس این حدیث و این فرمایش مولا داره به ما میگه که بیاد به سمت لطافت، والدین بیان به سمت لطافت. دو، این حدیث داره به ما میفرماد که آقا همه 7 اقلیم هستی رو به دست امیرالمومنین بدی، میفرماد من این ظلمو نمی کنم، این حق الناسه، جنبه حق الناسی هم داره، پس مراعات حق الناستون هم بکنید. ظلم به اطرافیانمون، بی توجهی عاطفی و حسی به اطرافیانمون یه نوع حق الناسه. وقتی به مورچه اینجوری به انسان که دیگه به طریق اولا چه شود دیگه. بله من خواستم از اونجا به اینجا بیام که آقا اون لطافت بینی که حضرت داره نسبت به اطرافیانت، میگه من مراعات درک حسی یه مورچه رو دارم، حس او رو مخدوش نمی کنم. حس همسر تو چی؟ نباید مخدوش کنی. اینه امام العارفین، یعنی این. بعد حضرت یه جمله دیگه هم دارن تو اینجا، این معنا از توش در میاد. یکی دیگه حضرت دارن به من و شما میفرمان آقا من یه مورچه رو زجر نمیدم. ببینید جناب آقای قوامی، رکن رفتاری عمر سعد چی بوده؟ زجر دادن بود. سوال، عمر سعد ملعون هرمله از اید پرسید پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت پسر رو بزنی پدرم زدی، یعنی زجر میدم حسین رو صلوات. ببینید تنها امام حسین رو زجر نداد، بچه رو زد. رباب صلوات الله علیه و اهل خیام رو هم زجر داد. ماها هم زجر داد، چون ما الان روزش رو میشنویم اذیت میشیم. ببینید امام علی میفرمان من یه مورچه رو زجر نمیدم، شما خانومتو زجر نده. با پارک کردن ماشین دیگران رو زجر نده. شب عروسیت خانوم آقا با بوق زدن دیگران رو زجر نده. تو محیط کارت با کلمات غیر لطیف، چون اینجا داره هر زد رسم لطافت رو به ما یاد میده، با جملات درشت نامبارک دیگران رو سنگ پا به روحش نکش. درک لطافت آمیز داشته باش. آقا بچت رو به رگبار تذکر انقدر نبند، زجرش نده. ما رکن رفتاریمون مثل امیرالمومنین علیه السلام باشه. حضرت اینجا دارن میفرمان آقا من یه مورچه رو زجرش نمیدم، آزار نمیدم. خب منم نسبت به دیگران زجر و آزار نداشته باشم. چون ببینید شیطان از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست. قرآن میفرماد خطوه پاتون رو جا پای شیطان نگذارید. شیطان از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست.
میاد به شما و دیگران، حالا شما منظورم شخص شخیص مشخص جنوالی نیست، اساء ادب نشه، به شما میگه که آقا با این کلمات درشت کلفت سنگین خانومتو اذیت کن. خب داری زجرش میدی دیگه. حضرت میفرمان من مورچه رو زجر نمیدم، به من نگاه کن، خودتو به من تنظیم کن دیگه. علی ابن ابی طالب علیه السلام داره به ما تو این روایت همینو میگه آقا حس دیگران رو به هم نزن با کلماتت، احترام بگذار به احساسات دیگران. حضرت میفرمان این روح آروم آروم وقتی شما دارید بد رفتار میکنید، بد حرف میزنید، این روح شما سیاه و سنگین میشه، اون لطافت رو از دست میده. حضرت دارن به ما میگن از این مرحله نفرت خفیف بیا بیرون، چون آروم آروم میای بالا، بعد میشه طرف مثل عمر سعد. سوال، شما امام حسین رو کشتی، عمر سعد ملعون، برای چی 10 نفر رو میگی به بدن مطهرش بتازن؟ میخوای زجر بدی. رکن رفتاری عمر سعد چیه؟ زجر دادن. حالا این آقا تو خونه زن و بچه‌ش رو زجر میده. این مادر با کلمات تند و تیز با نیزه زبان بچه‌ش رو زخمی کرده، خراش انداخته به روحش. این بچه تو خونه امنیت روانی نداره. چرا؟ چون مادرش زبونش تیزه. این دختر و این پسر از این خونه میرمن. این رمیدگی عاطفی رو کی به هم زده؟ چون به این حدیث امام علی عمل نکردی. امام علی چی داره میفرماد؟ میفرماد من یه دونه مورچه رو آزار نمیدم. شما با کلامت داری آزار میرسونی. فضای خونه رو فضای پلیسی کردی. بچه رفته تو مرحله مخفی کاری از ترس بازجویی و سوالای پی در پی تو. ای پدر، این پسر و این دختر امنیت روحی و روانی ندارن، هی سنگ پا داری میکشی به روح این بچه. امام علی میفرمان من به یه مورچم زجر نمیدم. بعد اون موقع طرف موقعی که میمیره تو برزخ میره پیش عمر سعد، پیش امام علی نمیره. چرا؟ چون رکن رفتاری این خانم و این آقا شکنجهگر عاطفی بوده. خب عمر سعد هم رکن رفتاری شکنجهگر عاطفی بوده. وگرنه من از شما سوال میکنم آقا شما زن و بچه امام حسین رو چه کار داری؟ برای چی خیمه ها رو آتیش میزنی؟ میخوای زجر بدی؟ بعد امام علی ببینید چه روح لطیفی داره، میفرماد اگه همه هستی رو به من بدی، این معامله پرسودی نیست که من بگم آقا 7 اقلیم هستی رو میگیرم، همه آسمان و زمین رو به من بدی، که بگی آقا این کارو بکنی، معامله سودش نیست، توش ضرره. چرا؟ چون این ظلمه، عالمانه آمدانه گریبانگیرت میشه تو برزخ و قیامت. پس من اگر ادعا میکنم که شیعه امیرالمومنینم، محب امیرالمومنینم، محب امام حسینم، باید یه نمودی تو رفتارم باشه. محب امام حسین، شیعه امیرالمومنین، اهل ظلم، اهل زجر دادن به خانواده و اطرافیان و انسانها و حیوانات نیست. اگر اینکه الگوی درستی بخوایم برداشته باشیم. من میدونم نکات دیگه ای هم یادداشت کردین که بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم تا وقت برنامه ما تموم شد. اگر صلاح بدونین این بحث رو میتونیم ادامه بدیم هفته آینده. اگر صلاح بدونین. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. خیلی استفاده کردیم. اوامر ندارین؟ سلامتی وجودت. محبت دارید. همچنین برای شما ان شاء الله. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردین. ما این راهکارهای تربیتی ذیل فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه رو در روزهای یکشنبه از این بعد دیگه خواهیم داشت. محضر استاد رمزی اوحدی به یاری خدا. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق